رفیق سلام، وقتت بخیر. یه تکنیک زبانه در واقع یه تکنیک دارم برای موقعی که استرس زاست برات توی موقعیت خاصی. من معمولا شروع ارتباطات اینجوریه، هم شروع ارتباطات هم بعضی جلسات، و برای من میتونه بعضی سنهای سخنرانی هم که برام یه ذره فضا جدید به نظر میادم باشه. ببین، قبل از این که با یک صحنه استرسا مواجه بشیم، مثلا میخوای بری با چند نفری، با چند تا خانمی که اونور نشستن صحبت کنی، قبلش، چون وقتی استرس میگیری تو دیگه مغزت تا چیزایی که درونش واقعا نهادینه نشده غیر اونا بقیه رو همه رو هنگ میکنه. فقط به یه چیزی که انجام دادن اون کار است میتونی فکر کنی، و وقتی میگی ای بابا من انقدر چیزای باحال برای خودم بلدم، رفتارهای باحال بلدم انجام بدم، انقدر حرفای جالب میتونم بزنم، میتونم توجه طرفو به چیزای جلب کنم. بیا هم توی کلامت و هم توی زبان بدنت یه یادآوری به خودت قبلش بکن. یه چیزی رو مشخص کن که من رفتم اونجا چون استرس دارم و احتمالا یادم میره. قبلش با خود چک کن که خب این حرکت ها رو حتما داشته باشم، این حرفه رو حتما بزنم. یه حرفه چی میتونه باشه؟ زبان بدن، یه حرکتی که راحتی و انعطاف تو رو نشون بده، و توی کلام یه چیزی که نشون بده تو خیلی راحت بدون اینکه خیلی به هم ریخته باشی داری به یه جزئیاتی اونجا توجه میکنی. یه مثال برات میزنم. میری با چند نفر صحبت کنی، وای میستی سلام اول پرسی میکنی، یه درخواست یه چیزی ازشون میکنی. بچه ها چیزی داری، مثلا دستمال مرطوب همراهتون هست، یا دیدم داری سیگار میکشی فندک داری به من بدی، یا یه چیز اینجوری. خب معمولا میریم اینجا وای میستیم همینجوری خشکیم. اگه بتونی به خودت یادآوری کن که مثلا اون صندلیه که اونجاست، من رفتم یه لحظه دستام میندازم راحت یه ذره تکیه، بعد اینکه اون سلام والپرسی اولیه کردم و ارتباط گرفته شد، برای اینکه ناخودآگاه یه ذره حس راحتی بده، نه حرکاتی که خط قرمز رو بشکنی. بعضی میگن من یهو میرم بدون اینکه بگم مثلا سر صندلیش میشینم. خب این جالب نیستش تا وقتی که همچین چیزی رو نگفتی ازش. میتونی خیلی راحت به خودت یادآوری کنی که آره اگه یه ذره فضا گرم شد ازش بپرسم من یه دقیقه اینجا بشینم بعد وستادم. یا اینکه خیلی وقتا این تکنیک هم جواب میده که قبلش به خود یادآوری میکنی که خب یه نکته خاص تو این گیر بیار، مثلا کفش قرمز و کیف قرمز دستش گرفته. بعد که یه ذره گرمتر میشم باهاش، طرف اون هنوز یخش باز نشده، بهش میگم مثلا احساس میکنم یه ذره خجالت میکش. به نظر من دختری که کفش قرمز و کیف قرمز دستش میگیره آدمیه که دیسیپلین داره، خیلی راحت یه جای ارتباط میگیره. این حرکات، توجه به یه چیزای اینجوری، چون میدونم تو لحظه اون توجه کردن سخته، تو بیشتر ذهنت درگیره میشه که اونجا همون کارا رو بتونی در بیاری. قبلش اینا رو برای خودت مشخص کنی، به خودت یادآوری کنی که من این حرکت رو بزنم، اصلا تو ذهن اون خدا میشه مثلا به چه چیزایی این توجه کرده، و یه برچسب غول داری بهش میزنی. بنظرم دختری که مثلا این لباسو، مثلا مانتو سفید و با چیزای رنگی ست میکنه، آدمی که روحیه شادی داره. من فکر میکنم که خیلی راحت تر معمولا صحبت کنه. فکر کنم الان یه ذره مثلا معذب شدی، نه؟ و همراه با این به خود یادآوری کنی که آره مثلا یه دیوان جست یه ذره من تکیه بدم، یه جور که حس راحتی بهم بده، از این حالت خشکی که اینجوری واسادم در بیام. یه تکیه روی صندلی که اونجا هست بدم و واسطم خیلی گرم، یه ذره خمشم که نزدیکتر باشم واسطم خیلی گرم باشون صحبت کنم. اینا رو قبلش برای خودت یادآوری کن. تو موقعیت های استرسا مغز ما فقط کاری که 100 بهش مسلطه رو میتونه درست انجام بده، و تا همین که داری میری اون ارتباطه رو بچینی، وقتی که هنوز اونقدر مسلط نشدی، فکرت اونقدر آرامش و تسلط نداره که توی لحظه بخوای یه چیزایی رو محتواشو تولید کنی توی ذهنت که بخوای بگی، اینجا گیر میکنی. و یکم بگذره البته به این راحتی تسلط میرسینم، ولی من خودم هنوز که هنوز میرم یه جایی
بعضی وقتا شده یه جا دعوت میشم، یه سنیه یهو غیر منتظره میگن آقا بیا بالا، یه محیط جدیده، ناخودآگاه یه ذره اون استرس میزنه. سریع با خودم چک میکنم خب این سن اینجوری، رفتم دم تریبون، بیام کنار تریبونی، دستم بذارم اینجا، پامو بذارم اینجوری کنار هم و واسم یه ذره اینجوری باشون یه چند ثانیه اول صحبت کنم. یه سری تکنیکا اینجوری استفاده میکنم. این یه چیز خیلی راحت و کوتاهیه که میتونی سریع به خودت یادآوری کنی و توی اون موقعیت خیلی راحت انجامش بدی. شاید دفعه اول بگی من همینی هم که با خودم تمرین کردم که انجام بدم، همینم خشک انجام دادم، بد انجام دادم یا بد گفتم، طرف یه ذره بد گرفت. 2 بار 3 بار انجام بدی، دفعه 4م واسه یه چیز راحتیه و طرف مقابل خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، برای اینکه تو به یه جزئیات زیادی روش دقت کردی و راجع به شخصیتش تصمیم گیری کردی که اومدی داری باش صحبت میکنی. این یه حسی میده که انگار بررسی شده و انتخاب شده و جور دیگه ای کلن تو این موقعیت باهات برخورد میکنه. یه چیز دیگه هم در کنار این بهتون میگم، وقتی که یه نفر حالا یه جورایی مرتبط به موقعیت‌های استرس‌زا میشه، ولی بیشتر توی موقعیت‌های آدم اینجوری میشه، یه چیزی براش ناخوشاینده، یه حرفی داره زده میشه که اون حرفه براش یه ذره ناخوشاینده. آدمی که اعتماد به نفس نداره، تسلط نداره، تو این لحظه وقتی یکی داره یه حرفی میزنه که رو مخش صورتش اینجوری میشه که مثلا معلومه این داره به هم میریزه، یه چیزایی که براش ناخوشاینده داره بهش یادآوری میشه اینجوری. آره حالا بعد بهت میگم ماجرا چیه جری، نه اینم که تو میگی نیستش. آدمی که اعتماد به نفس داره تو این موقعیت ها وقتی یکی داره یه حرفی بهش میزنه، چهرهش جدی میشه ولی انگار با تسلط و چهره باز داره اونو بررسی میکنه. یعنی اینجوری میشه قشنگ طرف رو نگاه میکنه، نهایتا اخماش هم تو هم میره ولی قشنگ نگاه میکنه که من دارم بررسی میکنم حرف تو رو، نه اینکه به هم بریزم فوری بابتش. شاید در عمل اتفاقی که در نت میفته به هر حال اون حرفه داره یه جورایی تاثیر منفی روت میذاره ها، ولی نوع وایب فرق میکنه. اون کسی که قدرت داره، اعتماد به نفس داره، با چهره باز جدی میشه، نگاه میکنه، بررسیش میکنه. اون کسی که ضعف داره اینجوری میشه. خیلی وقتا ما یه حرفی اصلا توی جامعه نسبت بهمون زده میشه، یه برخوردی نسبت به کاری که میخواستیم انجام بدیم با همون میشه و مثلا فوری فیسمون به هم میریزه، یا یه رفیق اومده داره بهمون میگه که از یه چیزی انتقاد میکنه تو که آره این کاری که کردی این اشتباهه، اینجوریه اونجوریه. من راحت اینو از توی اون آدم تشخیص میدم که وقتی دارم یه چیزی میگم، انتقاد رو میکنم، این واقعا درونش چقدر محکمه. ممکنه سعی کنه ظاهرش رو نگه داره، ولی میبینم یه جوری قیافش میره شل میشه، اصلا ماهیچه ها اینجا تو هم دیگه اینجوری میفته. ولی به یکی میگم شاید نگاه میکنه، آره خب یه بخشایشو درست میگی ولی خیلی جاش هم طور که تو فکر میکنی نیستش، داستان اصلا کلا چیز دیگه است. منو میبره تحت تاثیر این که خب این هرچی بوده به هر حال میدونه چجوری هندلش کنه و میدونه داستان چیه و اصلا با این آدم میشه مردونه قوی صحبت کرد به جای اینکه به هم بریزه. یه نکته‌ای بود که گذاشته بودم حتما بهتون بگم، چون خیلی تاثیر داره تو محیط کار، جای مختلف اون برداشتی که از کاراکتر و شخصیت شما میشه، اون تسلط و قدرت رو توی زبان بدنتون